سلام، وقت بخیر. هر جا هستین شاد و سلامت باشین. من دنیا هستم، 28 سالمه، از اهواز. از طریق اینستاگرام با آقای سینه شریف‌زاده آشنا شدم و در دوره لاغری ایشون شرکت کردم. بعد از مطالعه مطالب آقای سینه شریف‌زاده در سایت تصمیم گرفتم که یه بار دیگه یه دوره لاغری دیگر رو امتحان کنم. شاید این بار به نتیجه رسیدم و تونستم وزنم رو کاهش بدم و به اون وزن دلخواهی که میخوام برسم. با ایشون تماس گرفتم. بعد از جلسه اول تمامی اون افکار و دیدگاه من نسبت به دوره کاهش وزن تغییر پیدا کرد و باورتون شاید نشه اما من 100% مشتاق به این موضوع شدم که این دوره رو ادامه بدم. الان 4 ماه از دوره کاهش وزن من میگذره و اینقدر این زمان برای من کوتاه گذشت که هنوزم باور کردنش سخته. و حتی این دوره برای من جذاب بود و اینقدر من توی این دوره انگیزه داشتم که گذر زمان رو احساس نکردم. اولین دلیلشم که در واقع خودم به این نتیجه رسیدم که اولین دلیل این بود که من گرفتار این موضوع نبودم که هر روز خودم رو وزن کنم و ببینم که امروز چند گرم کم کردم. انقدر به نتیجه گرفتن از این دوره من ایمان داشتم که تمامی انرژی خودم رو صرف این موضوع می کردم که دختر خوبی باشم، شاگرد خوبی باشم، آدم خوبی باشم و بتونم تمامی این مطالب رو یاد بگیرم تا بتونم تا آخر عمرم ازشون استفاده بکنم. همین الانی که صدای منو میشنوید نمیدونم چند کیلو وزن کم کردم و نمیخوامم بدونم تا به نتیجه برسم، به اون نتیجه دلخواهی که دلم میخواد، اون ویژن مخصوص خودم. اما همین الانی که در این صدای منو میشنوین به قدری شاداب و زیبا و راست قامتم که افسوس میخورم چرا زودتر از اینا تو این دوره شرکت نکردم. پیشنهاد میکنم یک بار مطالب سایت رو مطالعه کنین، با بیس کاری آقای سینه شریف‌زاده آشنا بشین. من افتخار شاگردی ایشونو دارم و از این بابت این پیشنهاد رو میدم که خودم به نتیجه رسیدم و تا آخر عمرم به عنوان یه اصول و مبنای زندگیم بهش عمل میکنم. اگر به گذشته برگردم و دوباره شانس اینو داشته باشم که با این دوره آشنا بشم، حتما این دوره رو انتخاب میکنم و امتحانش میکنم. بخش عمده‌ای از مطالب این دوره در مورد روانشناختیه. شما خودتون رو پیدا میکنین، چالشایی رو که گرفتارش هستین و باعث چاقی میشه رو پیدا میکنین که مختص خودتون به تنهایی، با احساساتتون، تنش‌های زندگیتون، با روند در واقع افکاریتون آشنا میشین، خودتون رو پیدا میکنین، دوست داشتنها، علاقه هاتون، علایقتون رو پیدا میکنین و به این نتیجه میرسین که بدن دلخواهتون چیه و هر روزی که توی این دوره هستین از خودتون احساس رضایت میکنین. میدونین دلیل افسردگی و بی‌اعتماد به نفسی ماها زمانی که اضافه وزن داریم فقط و فقط برای شکست خوردنه. بارها امتحان کردیم، شکست خوردیم، اعتماد به نفس و روحیه‌مون از دست دادیم. حتما امتحان کنیم، چیزی از دست نمیدین. هزینه این دوره در مقابل چیزی که به دست میارین کاملا ناچیزه. هزینه ای که بابت این دوره پرداخت کردم در مقابل این همه علمی که به دست آوردم و نتیجه‌ای که گرفتم و پیگیری‌هایی که ایشون توی مدت داشتن، فکر میکنم که ناچیزه. خیلی خیلی هم ناچیزه. ایشون همیشه آنلاین در دسترس و پیگیر بودن. کوچکترین سوالاتی که برای من پیش می اومد یا چالشایی که بهشون کشیده می شدم و به قدری راحت پاسخ می دادن
علمی پاسخ میدادن و انگیزشی که من توی این مدت به هیچ عنوان این احساسی رو که دل سرد بشم یا پشیمون بشم و نداشتم، برخلاف دوره‌های قبلی که من هر روز و هر وعده غذایی به این نتیجه میرسیدم خب اینو رها کن، حالا از شنبه. این اتفاق ما تو این دوره نداشتیم. ایشون اینقدر دلسوزانه حمایت میکردن که من تصمیمی به جز این که باید موفق بشم نداشتم. پشتیبانی ایشون و راهکارهاشون و صحبتهاشون جدا از علمی بودن که اهمیت خیلی زیادی داره دلگرم کننده بود. ایشون انقدر دلسوزانه حمایت میکردن که من تصمیمی به جز این که موفق بشم نداشتم. توی تمامی این دوره از روز اول تا همین جایی که دارین صدای منو میشنوین چیزی به عنوان گرسنگی توی این دوره وجود نداشت. اصلا گرسنگی یعنی چی؟ بیس این دوره اینه که شما هر موقع گرسنتون شد غذا بخورین. اصل این موضوع و اصل این دوره اینه. چیزی به عنوان لیست غذایای ممنوعه وجود نداشت. اینو بخورم، اینو نخورم. با توجه به علم، به تغذیه‌ای که پیدا کردم و سلامتی بدنم که برام اهمیت پیدا کرد، برای اولین بار سلامت بودن بدنم برای من اهمیت پیدا کرد، وعده‌های غذاییمو انتخاب میکردم. همینطور که به دوستام و عزیزام این دوره رو معرفی کردم، پیشنهاد دادم که وارد این دوره بشن، به شما عزیزانم پیشنهاد میکنم متفاوت ترین بخش این دوره اینه که شما ماهیگیری یاد میگیرین تا ماهی بهتون بدن. من الان ماهیگیر ماهری شدم. تو این 4 ماه بهترین زمان و شادابترین وقتی رو که من توی طول روز داشتم زمانی بود که برای باشگاه و ورزش کردنم اختصاص میدادم. بعد از ورزش کردن سطح انرژی من به قدری بالاست که دور اطرافیانم این موضوع رو به هم میگن که چقدر تو سرحالی، چقدر شادی، چقدر انرژی داری. سایز من 52 بود زمانی که دوره رو آغاز کردم. الان 42 هستم. ویژن خودم، در واقع هدفی رو که توی سر دارم، فکر میکنم که هولوش سایز 38 باشه. چیز زیادی تا اون موقع ندارم. من دوست دارم بدن این شکلی داشته باشم. شاید برای شما متفاوت باشه. از زحمات ایشون سپاسگزارم. برای همتون آرزوی بهترینا رو دارم.